در این ویدیو قصد داریم که چند تا از زیباترین بازیگران زن متولد مهر رو براتون معرفی کنیم تا اگر مهرماهی هستید بدونین با کدام هاشون اما هستید. تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید و با هم بررسی کنیم. خب در اول کار بریم سراغ یکی از زیباترین بازیگران مهرماهی، یعنی سحر دولتشاهی که متولد 16 مهر 1358 در تهران است. شاید براتون جالب باشه که بدونید سحر دولتشاهی از نوادگان خاندان قاجاری دولتشاهی است. تحصیلات این بازیگر در رشته‌های مترجمی زبان فرانسه و ادبیات نمایشی است. در خصوص زندگی شخصی این بازیگر که بخوایم بگیم، احتمالاً دیگه همه میدونن که سحر دولتشاهی با رامبد جوان ازدواج کرد که در نهایت به طلاق منجر شد و در حال حاضر خیلی از خبرها حاکی از اینه که این بازیگر با خواننده معروف یعنی همایون شجریان ازدواج کرده که البته چند روز گذشته در برنامه عادل فردیسپور همایون شجریان این رو تایید کرد. بریم سراغ یکی دیگه از خوش‌چهره‌های مهرماهی که به کاریزما و جذابیت مشهوره، یعنی ساره بیات که متولد 14 مهر سال 1358 اون هم در مشهد است. رشته دانشگاهی این بازیگر صنایع فرش بوده و همچنین سفیر صنایع دستی است. با این حساب ساره خانم دوره‌های بازیگری رو در مؤسسات آزاد گذرونده. در خصوص زندگی شخصی این بازیگر باید بگیم که ایشون با آهنگساز معروف یعنی علیرضا افکاری ازدواج کرد و البته که احتمالاً یادتون باشه که شایعات فراوانی در رابطه با ازدواج ساره بیات با گلزار پخش شده بود که خبر ازدواج با آقای افکاری مهر پایان به همه این حواشی بود و جالبه که اولین بار این خبر هم توسط آقا داماد اعلام شد. زن زیبای بعدی داستان امروز لیلا حاتمی است که متولد 9 مهر سال 1351 است و علاوه بر بازیگری مترجمی و صداپیشگی هم انجام میده. احتمالاً این رو بدونید که پدر این بازیگر کارگردان معروف سینما یعنی علی حاتمی بوده. لیلا حاتمی مدتی رو برای تحصیل در رشته ادبیات در سوئیس گذروند، ولی خب به علت اینکه پدرش بیمار شده بود تحصیلش نیمه کار موند و برگشت ایران. در خصوص زندگی شخصی این بازیگر باید بگیم که لیلا حاتمی از بی‌حاشیه ترین‌های سینما است و 25 سال پیش با علی مصطفی که ایشون هم بازیگر ازدواج کرد و این ازدواج صاحب 2 فرزند به اسمای عسل و مانی هستند. نوبت بازیگری رسید که به چشمای بهاریش معروفه، یعنی مهتاب کرامتی که متولد 25 مهر سال 1349 است و علاوه بر بازیگری تهیه کنندگی هم انجام میده و شاید براتون جالب باشه که بدونید ایشون سفیر صلح یونیسف هم هست. مهتاب کرامتی در رشته میکروبیولوژی تحصیل کرده و دوره‌های بازیگری رو پیش زنده یاد امین طارق طی کرده. در خصوص زندگی شخصی ایشون اینطور که گفته میشه مهتاب کرامتی سالهای پیش و قبل از اینکه شناخته بشه ازدواج میکنه، ولی خب این رابطه به جدایی ختم میشه و حتی در بعضی از خبرگزاری‌ها بیان شده که ایشون از این ازدواج دارای یه دختر به اسم الن هم هست. بگیم از باران کوثری که از دیگر مهرماهی‌های جذاب محسوب میشه و متولد 25 مهر سال 1364 است. احتمالاً بدونید که ایشون دختر کارگردان معروف یعنی رخشان بنی اعتماد است و تا به حال مکرراً در فیلم‌هایی که مادرش ساخته بازی کرده
ایشون در رشته نمایش تو هنرستان و سوره تحصیل کرده. در خصوص زندگی شخصی این بازیگر باید بگیم که باران کوثری در حال حاضر مجرد است و ازدواج نکرده. البته که شایعات زیادی در یک تایمی از بابت ازدواج ایشون با حامد بیداد به وجود اومده بود که در نهایت با واکنش باران کوثری و روشن کردن این موضوع که این دو نفر فقط رفیق و همکار هستند، این شایعات مهر باطل خوردن. مرسی که با من همراه بودین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما کانال رو سابسکرایب کنید.